روزی پیرمردی با پسرش که در زندان بود نامه نوشت. گفت پسرم، امسال نمیتونم زمین را شخ بزنم چون تو نیستی و من توانش را ندارم. پسر در جواب نامه پدر نامه نوشت. پدر، حتی فکر شخم زدن زمین هم نکن، چون پولایی که دزدیدم را اونجا دفن کردم. پلیسا که نامه پسر را خوانده بودند تمام زمین را کندند، اما چیزی پیدا نکردند. پسر نامه دیگری برای پدر نوشت و گفت پدر جان، این تنها کاری بود که میتونستم برایت انجام بدم. زمینت آماده است. لایک